منی لیلا بعد از سمی همسایه کردم به خور روز نبر بابا همین نودون خور بگردن ما نوروز دیگه که مردم کیر شدن نبم زمستان میتونن هم تابستان از دست همین نودون شما تو سگ بسته کوچه رو ورده شما مرتکه از کجا بره تیر شه همسایه از دری هم تا کی دیگه دست از این مردم آدم میته بعضا چی بگم جانم بیا و ما یاری تو لیلی ما جایل تو داغ عشقت و دل تو چقدر دوره منزل تو اینجا گاه استاد شو بله هانه همی که بم خوندن عقلتو میکشه بم راه رفتنه که بیکاری عقلتو میکشه بمی هم عقل شما میکشه که همین نودون ازم تا کوچه بگردونیم که رخت مردم لباس مردم پا مردم کل دگی گلمال لایمال نشه بشنیدی چی گفتم نه عقل شما میکشه همین پیار تو سر خور سفید که در ریش خور سفید که در مقدار نمیفهمه که همین نودون تا کوچه بگردونه که این مردم اشته تیر شه مادر تو سر خور سفید کرده ریش خور سفید کرده نه زمستون معلومه نه تابستون معلومه نه گرمی معلومه نه خونه کم 24 ساعت این چی رقم الان میگه پمپ شما بس کردی چطور شده چیه ایشته چیه که من تیر شدم تمام رخت و لباس مرهمگی بی نماز کرد ایشته چیه چرا پولیشه قادست شما مردم که پولیشه و پاچی تو پولیشه بابا جان همون 10 متر پایپ بخریم همون به زمین کج کنیم از آسمون خدا به تاثیر مردم او میرسه این کار خوب میکنیم شما آها تنکیر میگی تنکی از هوا پر میشه ننه من خو میبره یا میتا خو میره یا میره به مخبخ میره یک بار میکنه میتا میریزه و تکوشه میریزه تو نگرده همونجا بشی هر زنه که تنکی پر میشه و بکشه که مردم تر نکن مردم چه کجا بره تا مقصد همه غیر کوچیه نصف کوچه رو شما بند کردین به خاطر مولول او نصف کوچه دیگه هم که بالا سر مردم از کجا بره یعنی ای تبدیل پل از آسمون بگرده خب من چی میخوام بابا من میگم مال 5000 روپیه مصرف داره ما پول داریم که بریم مصرف کنیم با خاک که میریزه به تکوچه میریزه از چامو میایه وقتی که پول نداریم همین چیز نودون خور بگردونیم تا کوچه که به تاثیر مردم نریزه حالا ما که بخواد که خیران رخت خور میریم میواز میکنم اگه یک سیاسری بیچاری که تیرچه چه کار کنه اب از اینجا بریزه به تاثیر آدم خوب کاریه زمستون کم او به تاثیر مردم میریزه تابستون هم شما پمپ بالا بسته میکنین که تمام مردم بسته میگی تر پوره کنین یعنی خوب کار میکنین شما دیگه بگم پیار تو کجاست تو که سرغی به گاب نمیفهمی هر چه گفته بگو خود تا کنه پیار تو کجا که ما خود گاب زنم خدا میتونم تاپ مینا که بزنه که به خدا گیل اگمینه که سادی نی اگه که تو همینجا فرش زمین میکنم تو دست میتونی به سر بالا کنی معمول 10 سال از تو کلانتارو پیار تو کجاه بلکو بگم پیار تو کجاه کی پیار من به خیالم برای یا با باغچه را برسته گندم سیو کنه چکو گیلک اگر پیار تو دیدم اگر نه دیدم به پیار خوب بگو نودون امروز تو نمازدگار بگردونیم که اگر نگشتونیم به خدا قسم میام نودون ازم ریشه میکنم اینا تا کوچه مینازم کداگا می دیوال شما میتونید کی بخیر خوشم ده شخص که بولم با بالش ما همه کی برم بومری برم بالا منی لیلا هست خودتا کو شما بغیر من مسکدگی به میرقم دیگه تیر کرده تو پیار تو به خدا به پیار بگو به خدا ما اصلا ما خراب نکنی که خونه شما رو میلم برم رات کار کو بابا تو مگذار میگم اگه پیار خود اگه می پیار تو دیدم اگه ندیدم به پیار خو بگو که امروز تو نمازگار نودون خونه شما رو میکنم میرم رات کار کو گفتم که میذاری دست به سر آدم بالا میکنم تو صبر کو یه حق نادون تو نمیفهمی خیلی به شما مزایم پول بدن که بگردانم با کجا بیارین پول کجا بیدی بی عقلیه کی با چه کار شده خودت کی جنگ کرد نیلالله چی میگه نورالله بیخ کلی من میگیره چرا با کی نورالله چی ماست نورالله بیخ کلی میگیره ایتا بعد ما تاپی نکیو بیخ کلی من بگرفته میگه تو رختا والله ما شده پمپ بچا نودون سراش من دیگه برخته با باله مرخته با خاک کرخته و اما رمضان هم جلو مرگیره چی گو
رمضان میگه این نودون خاطر کوچه بگردن او بفسده با ولی مادر نودون مادر تیر شده ها بابا هر چی میگه نماید چه کار فلان 6 7000 مصرف داره فهمی خوبه که ما سال 12 خود مردم به جنگ شیم من نمیفهم بابا هرچی بابا خود میگم خوب عمر قربان می دیگه می تیر کرده بگم مردم همسایه گپ مفت میزنم به چی بگم بابا خود او 6 7000 مصرف نداره یک گون سیمان ما خود یک پرغونرگی کورتیار کنه با همین سختی میگم تو سال 12 خود همسایه به جنگ شیم تو اگر تو میزن چپا میکن سیالت نکن یا مر تو میتونی مر بزنی کی میزنه یا رمضان یا نورلا یا یکی دیگه خیال کردم تو میگی من تو لعنت میکنم برار خدا هم میزنه خب چی بگین دیگه برو سعی که اگر رمضان بگه با تو گپ ما بزن بگو خوب تیار میکنی خلاص ها بابا بگو میگم بابا میگم عباس چیه کدی بر سیمارق داره که برو نه گفت اگه برو کم سیمارق به چی بیار که میشه افطار تیار کنی این کنار جور رو پال دیگه براتون باشه این کنار با پال براتون باشه بفهمیدین جانا برو انا ایت دیگه لالا کل منتا تا بیدم دیگه خیلی دیگه نموندن نه 10 روز تیر ماه 10 روز تیر شو برو انشالله امان روز سلام علیکم ما روز خوبیم بخیر خیریت خوب هستی دستی مامان رو چه کار میکنه همین لولا چه کار کردیم همین نه دو نه تا کوچه میگردونه بگشتونه چه کار میکنه کاکا جو رو فرصت بشه میگردونم حالا که پولم نیه روزگارم نیه دیگه چیکار کنم آخه فرصت از امروز که شما همین لولا روشون تا حال فرصت به شما نشوند خب پول نیه خب پول که تیار کنم این یک 10 لک خرج داره اما 6 7000 مصرف داره لوله چیه لالا رمضان نه دو از اینا به وسط کوچه میره زمین حق و همسایه دیر میشه یا با بالی و میره و یا رختای لمش میکنه یا مرتکب به سکل پیاده موتر بالاخره می تمام این مردم از دست می لوله از اینا به عذابه همه هرچی هم میگم این موقتی امروز به سبا میندازن سبا رو پس سبا لوله بستانی ما روز خود کار من میام تیار میکنم به شما مفت تیار میکنی کاکا مفت تیار میکنی کاکا جو مفت تیار نمیکنی مامان امروز اگه شما به تمام مفته باشین که بچی آدم برای آدم مفته کار نمیکنه تا به قیامت همون تیار نمیشه چند لوله ما امام روز اشته جایه بغل دیواره نه کاکا جو بغل دیوار نیه رو بومه رو بومه مگر هم سمیت کنیم بعد جا لوله بکنیم خیلی کشکشال داره مامان روز اینا میگه او میرزه به تا کوچه میرزه مردم از دست شما میگه به عذاب خب شما رو بوم که مهم نیه او برزه به تا کوچه مهمه تا کوچه چند متر راه مگه 2 متر 3 متر لوله ما بستونیم من پول از شما دستمزد نمیگیرم میام برو همسایه داری بسته میکنم تیار میکنم ولی گپ شما خوب چیزی میگم این کاگل رو بوم کنده میشه مجبور سمیت کنم یک تک تیار کنم از بریم لالا رمضان هر کار میکنیم ما همسایه دست شما آزار نبینه همین مردم ما به بچه شما عباس هم بگفت این مردم که دست شما به عذاب هم امی چنده به شما کسر داره امیر ما به شما یا شما فقط از این گپ نیم کار خود شما بچه هر کی ما به عذاب باشه برای که رمضان جان 4 قرون پول بگیریم یه خود منه که تیار کنم جا گفتن شما نداره خود من میفهمم دست و وضع مثلا ما رو طبیعی تیار کنیم اگه طبیعی تیار نکردن که من خان ارباب بگیرم این رقم خونه میشه مردم حق همسایه ایدی میشه موز میمونه برای آدم رخت لباس عمل ما چه نشونی میبینید شما نودون شما به تک کوچه خدا تیار کنید همه فکر نمیکنه آدم کلونه همه هر چی میگه موقتیه